روز وحدت ملی در روسیه که هر سال روز 4 نوامبر برگزار می شود، این دفعه نیز با حضور ملتگرایان و شعارهای بیگانه ستیزی صورت گرفت. از جمله در شهر مسکو حدود 2000 ملتگرای روس که بعضیشان نقاب داشتند با شعارهای روسیه به پیش و روسیه فقط برای روس‌ها راهپیمایی کردند. در مرکز مسکو با گفته مقامات در راهپیمایی دیگر به مناسبت روز وحدت ملی بیشتر از 70,000 نفر شرکت ورزیدند. در روسیه از سال 2005 تا کنون روز وحدت ملی را تجلیل می کنند و در این روز در سالهای گذشته ملتگرایان روس به مهاجران تاجیک و خارجیان حمله کردند. درباره راهپیمایی امساله صحبت داشتیم با کریم جان یاروف، حامی حقوق مهاجران و رهبری سازمان اتماس در مسکو. کریم جان، شما امروز در مرکز مسکو بودید. راهپیمایی چگونه صورت گرفت؟ امروز 4 نوامبر 2014 در پایتخت روسیه شهر مسکو راهپیمایی از طرف نجات پرستان، ملت پرستان روس راهپیمایی گذرانده شد که در آن زیاده از 10,000 نفر اشتراک نمودند. در این مورد گفتنی میخواستم که سالهای گذشته آن خیلی به ترتیب و با بی‌سرانجامی ها انجام یافت، ولی امسال باشد از طرف کارمندان حقوق این راهپیمایی خیلی تحت نظارت گرفته شد و این راهپیمایی با یک خوبی به انجام رسید. در گذشته در آستانه روز وحدت ملی در روسیه به مهاجران هشدار میدادند که در کوچه ها در این روز نگردند زیرا خطرناک است. امسال نیز چنین دعوت ها بود؟ البته جمعیت های تاجیکی، تمام شهروندان تاجیکستان، مهاجرانی از تاجیکستان آمده رو از این روز خبردار کرده بودند با طریق سامانه های اینترنتی و با طریق دیگر شهروندان که به جایهای کاری آنها رفتن و آنها رو از این کار وای کردن. و از دیگر طرف میخواستم گویم که شهروندان تاجیک به هر چند که روز استراحت در روسیه باشد هم شهروندان تاجیک و اینچنین مهاجران نوبسته از کدام محل دولت بودنشون آنها در این روز کاری داشتن. و باید گفت که من نو از مرکز شهر مسکو آمدم. در مرکز نو همه آرام بود و یگان حسی بدبینی از طرف مردم محلی و دیگر ملت پرستانی به نظر نمی رسید. و باز هم میخواستم بگویم که مهاجران تاجیک نه تنها از این روز، آنها حتی در روزهای روز تولد گیتلر و دیگر روزهایی که ملت پرستان قید میکنن، آنها از گشت و گذار در شهر مسکو و دیگر شهرهای روسیه خودآوری میکنند و آنها حرکت میکنند که از جای استقامتی خود، از جای کار خود به بیرون نبرایند. تشکر. کریم جان یاروف، حامی حقوق مهاجران از شهر مسکو صحبت میکرد.